عروسی عجیب و باور نکردنی عالیه انصاری با حسام فرزند در کانادا، افشای رازهای بزرگ عالیه انصاری و شوهر اولش، شکایت فرزندان عالیه انصاری از حسام فرزند. عالیه انصاری چرا با حسام فرزند ازدواج کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالیه انصاری، هنرمند خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های سرشناس، محبوب و شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان که شهرت و محبوبیت بسزای خودش را دارد. عالیه انصاری با حسام فرزند همکار هنریش آهنگ‌های دوگانه بیشمار سرود. آهنگ‌های عالیه انصاری با حسام فرزند مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. عالیه انصاری چند می شود تصاویرش با حسام فرزند در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دو با هم ازدواج کردند. در تازه ترین برنامه تلویزیونی عالیه انصاری با حسام فرزند که با حفیظ محمدی داشته است، این دو از عشق و عاشقیشان ابراز نظر کردند و بیان کردند تا اینده‌ها قرار است ما با هم محفل عروسی من را برگزار کنیم. حسام فرزند در کشور کانادا زندگی می کند و به کارهای هنریش در آن کشور هم ادامه می دهد. عالیه انصاری هرچند ازدواج اول داشته است ولی از شوهر اولش جدا شده است. وی اکنون در انگلستان زندگی می کند و مانند قبل به زیبایی صورتش و اندامش می اندیشد و تاکنون چندین بار جراحی های صورت و اندام انجام داده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالیه انصاری و حسام فرزند به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.